من خودم بله. معلم گپ این خیل و شد. من خودم تیار کردم. نه حجتش خودم تیار کردم. چیه؟ автобиографияш нақс. автобиографияш нақс. کمبودی ندارد. орфографияш هم خوب است. کالیگرافیاش هم زیبا. فوتوگرافیا دارد. نه معلم. فوتوگرافیاش ناقص است. автобиографияш هم ناقص است. орфографияш هم خیلی عجیب. کالیگرافیاش هم زیبا. یکی معقول نشد. نمیشد میگم. گیوگرافیاش معقول نشد معلم. خودتون اگر از پای این کار نشوید لبای کمیسیا کار همین روز چند کس معلم التماس میکنم شما میتونید اون یک دو سه دقیقه وقتشون گیرید که من تو اومدن اونها بعضی کمبودی هست اصلاح کنم بعضی کمبودی های خردک هست تا شما یک دو سه دقیقه وقتشون گیرید یک نیم ساعت برین یا یک ساعت برین با خوبتر تو اومدن اونها من همین بعضی کمبودی های اصلاح آیا برآمدن خوب تشکر معلم بعد صحبت میکنین نباشه معلم خوب عذر خوب خیر السلام علیکم معلم سلام ممکن معلم معلم من تورایو من گویدا خب چی میگویی معلم از سنگکزاده کشت کو کیا کشت گپ در این که معلم همون سرودی فرمودتون همش تیار شد برای بستان اگر کنکورسی گفته بودید معلم یکی سنگکزاده همین دو پایش در یک موزه جای کرده میگه کی نخون گفتم باشد نخون وای سنگکزاده آدمی با سواد وای دو اینستیتوت خواندگی آدمه یک اینستیتوت من پارسال تمام کرد دیگرش 10 سال پیش همین سنگکزاده بله چه معلم و سرود تماما یک تو میدونی چی تو که حاضر من گرنگ نکن سرفهم میرود به یک بهای درست میدهد تو حاضر من گرنگ نکن من حاضر خودم سری کلابه میگم چیکار کردم من نمیدونم تو از پای کارت شو بعد یک دو سه هفته بیاد صحبت میگم حاضر کمیس میاد من بعضی حجت تحقیق کردم در کار تو بالای نامده باز بسری من کی چی گپ بعد دیر میشود دیر شود های دیر شد دیر برآمده را من کارم تا کنم بعد همشه همراه شده صحبت میکنیم خلال نرسون برآمده رو مات بی سرود در جاش معلم اوهنگش هم معلم کجا رو تاجیکی میفهمی تاجیکی میفهمی میفهمم برده بده برآمده رو بعد صحبت میکنیم بعد دو سه هفته بیا رو برابرت گپ میزند معلم میبخشید آخر زحمت صرف شدی معلم معلم و سنگزاده معلم خیلی تلفن کرده گوید که متنش در دویش آهنگ همش درست زحمت صرف شده از من کارم بود کنم بعد بیا صحبت بکنیم یه خیریتی من نمیفهمم معلم سنگزاده دو پایه در این مت درست معلم آهنگش هم یک هفته خودتون گفته بودید که معلم خیلی غیر کنکورسی برای بستان خیلی معلم من باوری دارم شما گوش کنید همین سرود شما معقول میشود خانم معلم تو چی میخوای خانم نه تو چی میخوای شما اگر گوش کنید معلم سرود شما معقول میشه من باوری سرودی که من تئور کردم خودتون گفته بودید برای بستان سه خودتون گفته بودید که معلم تازه آدمی شلقی مدید خان تازه من کارو میبرم کجا میروی من وقت ندارم همه از خواندنگه و بیتون چی میشد معلم تو حافظ می حافظ معلم حافظ تو حافظ می حافظ معلم حافظ باشید تراشقه میخونی خواندنگه چی کردی معلم تراشقه خان ای دور و دراز تا پگاهی خوانده نشین یک مصرع از اولش خون یک مصرع از آخرش وقتم نیست منم
بعد چی خیلی میشد؟ نقض میشد. خانم علی حالم نخوندی. میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت. جان گوید مالی جان نقد جان را سرپیک دیدار خواهم کرد و رفت. بارک الله. انا اکنون اوکا بس که گریم در فراقت همچو ابری نبهار فریاد وادی هجران گلزار خواهم کرد و رفت. خب میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت. سرودت از سرت ماند. باز از سرش خانم یک مرتبه چل ماله چی میخونی تو؟ یگید؟ غیری کنکورسی ماله یپ. من تو با چی گفتم؟ من تو را گفتم که یک مصرع از اولش خون، یک مصرع از آخرش. این عربای شلق کجا کشاله کرده؟ برده ایستاده ای. چرا رو با من؟ تو من چی خواندنت میفهمی؟ میفهمم معلم خدا چی میخونی تو؟ غیری کنکورسی؟ نه تو با معنای شعر خواندگیت صرفا می‌نویسی. برای بوستون داخل بردی بداشت سه. تو چی خواندی حاضر؟ تو خواندگی میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت. تو خودت کی؟ نه تو خودت کی؟ برای چی نصف شبی آمده آدمای خواب از خوابشان بیدار میکنه؟ هم آدمای خوابا بردی بداشت. یا توبه او خودش گفت کو؟ میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت. گفتگی کی بود؟ سرود بردی بداخل. نه ما تو کی؟ چه کی؟ تو دکای نصف شبی آمده آدمای از خوابش بیدار میکنی و با این نه تو چی؟ بردی بداشت کدام آدم؟ تو چی دمکان می تو؟ چه دام کن؟ او باش می تو؟ چه باش بردی؟ مال آدما خواب روند کدام آدم؟ دم گیرن. بردی بداشت من نمیفهمم کدام آدم؟ میروم امشب تو را بیدار خواهم. خیر روی رفتن گیر چهار طرفت قبله. قبله بردی بداشت. شان میرفت است و باید همه بیدار شوند بود است. کدام هم بردی بداشت. من با امید آمدم که شما سرودی من این متن سرود است. بردی بداشت نگو. تو سرود خوان آدمای بیدار نکن. بیرون نکردی. میروم خودت گفتی کو؟ چه گفتم بردی بداشت. میروم امشب تو را از خواب بیدار. گوش کنید بردی بداشت. شما منو درست فهمید بردی بداشت. این سرود خودتون فرموده بودید غیر کنکورسی برای بوستان. نه آدم که از خوابش بیدار کردی سه او بیدار کردی گپت گوی بعد رو. کدام گفتم کدام آدم چه خیلی بیدار بردی بداشت من نمیفهمم. برای چی وای آدم از خوابش بیدار کردی و گپت نگفتی و برآمده رفتی؟ ای بی انصافی وای از کار آمدگی وای زنکی بیچاره وای مانده شده که شاید وای در کار وای دوست می نکار کرده باشد باز وای خانه می بیاد شوی رفت رب وای خوراک پسی وای پسری خوردکک دارد شوهری کپ کلان دارد وای کودکش خوراک میتید شوهرش شیر میتید بالای این تو آمده بالای سری وای با
مهربان امشب تو رو بیدار خواهم کرد و رفت. چیه شما در نظر دارید؟ بردی بدوش کدام شب هست چیکار کنید؟ توی در نظر دارم توی من با امید پیش شما اومدم بردی بدوش از دستی سنگ. من نغز میدونم چیکار؟ آخه گپت باشد روز بیا چیکار روزانه ها در کیم کجا ها غیب میزنی خوب دم میگیری راحت میکنی و بعد شب کشود ها کرش پرکا بریم بعد با شکار میبرید. من نغز میدونم که برای چون همون شب تو آمدی و گپت نگفتی و تو من خواده کردی. کدام شب چیکار گپ؟ چون که آمدی دیدی شعر خواندی که دیدی که شوهرش در خانه گریختی. من بردی بدوش من میفهمم کدام شب چی؟ من میفهمم بردی بدوش من درست فهمید شما بردی. این هم گربه گربه لیکن یک تای دیگرش میخورد های گلا بردن گلا بلبلا بردن گلا های گلا بردن گلا بلبلا بردن گلا این گلا کجا مانیم در حولی میرزا گل میدونه کی؟ کدام میرزا گل؟ هم خریول مگزین؟ حکایتی مگزین دیرکتوری باغ مدنیت. ما بردی بدوش در باغ مدنیت بودو شده است ما یک بیخ گل داریم او یک کنده میبرید آدمای باغ آمده که چیه بوی میکشن الله توی بوی میکشن یا که منو من نمیفهمم بردی بدوش شما چی در نظر دارید؟ این با من چی نه داره؟ تو در عمرت یگان بار یگان بیخ گل شنوندگی می یگان درخت علف شنوندگی می بلایا ما مرده مردم تشویقات میکنیم سبودنیک تشکیل میکنیم از کرستیک پنیدلنیک فتارنیک سریدا شتلیر پیاتنیسا شستنیسا تشکیل میکنیم زمین میکنیم شدگار میکنیم گل بشنانیم دو تا حافظی دو بار آمده گلهای شناندگی ما کنده این طرف میبرن بردی بدوش اینجا سرودی خلقی است که گل اینجا گل بردن یعنی که عروس بردن در نظر دارد بعد گلهای شنانده ما کاردار نشو. شما چی میخواید چی رو در نظر دارید؟ من یک تای دیگرش میخورد من دادن جامی به قراری به من دادن جامی به قراری هزاره هرچی درست است بردی بدوش؟ چی قدر تو هزاره میگی چی؟ تو اکو مایه سنجیدنی که ماتماتیک میدونیم یا نه؟ ماتماتیک اینجا بچه دارم داخل که نداشته باشد شب روز شد چه شب روز شد؟ هیچ که هزاری تو 2000 شود و شرط است که تو همونه 3 بار هزاری گویی او یک بار 3000 گویی جانی تو هم خلاص جانی منم خلاص. بردی بدوش چیکار 3000 اینجا وزن است قافیه است غزل کلاسیکی است بردی بدوش اینجا شعر است. من نمیفهمم که تو در کدام عصر زندگی میکنی؟ در کدام عصر نمیدونم در کدام عصر زندگی کردنش نمیدونم. در عصر 20 عصر پروگرس تکنیکی کائنات هر روز کشتی های کیهانی میپرن عصر سرعت EBM تلویزیونی PTO KVN انتر نکنید انتر میدونی چی؟ انتر چی؟ نمیدونم انتر نمیداند گالسون دارد انتر نمیداند موی سری علاقاس میزند انتر نمیداند بردی بدوش انتر شرمنده انتر این انتر دینه در مجلس کامیجرایه بودم ما روزه چی از صحنه برآمده انتر تستر و زودتر عملی او شخصی در پهلوی هم نشسته پینک میرفتم او اکا بیدار شوید مردک انتر میگود انترش چی باشد و گفت انتر این نمیدونم
اکا انتر چی؟ انتر نمیدونم. انتر چی نمیدونم. انتر نمیدونم. انتر معروضه چی انتر. میدونی برده بداخیش؟ انتر شکست ندانست. خودی معروضه چی میدونی؟ نمیدونم بعدی معروضه فهمیدم که انتر چی بود است. چی بود است برده بداخیش؟ آه نه خرچی بود است برده بداخیش؟ انتر نمیدونه. خب مالش انتر این شکلی دوره دارد. انتر؟ انتر انتر برده بداخیش. انتر انتر بیا انتر با رحمت برده بداخیش. ما نه از انتر اومدیم. بعدی هم مجلس همه انتر برفتن. فهمیدم که انتر عجیب بود است. برده بداخیش. من نمیفهمم یا شما شوخی میکنید یا گربه. لیکن برده بداخیش غزلی که من خوندم برده بداخیش من آخر از خودم فکر کردم نخوندم که برده بداخیش وای مال شاعر است انیقرا شاعره برده بداخیش وای غزلی زیبونیسا است. کدام زبونیسا؟ چه کدام؟ همین زبونیسای خودمون. شاعره زیبونیسا رستم و برده بداخیش چه رستم با اینجا با چه دخل داره؟ چهل چی دخل دارد؟ زبونیسا رستم و تمام دنیا میداند وای. کمانکش وای میزند بدنگی. هل بدنگی برده بداخیش شاعره از زیبونیسا. رستم و وای چمپیون که وای. وای دنیا بلرزه آورد. برده بداخیش شعری مخفی آخر. چه؟ همین شعری خواندگیت مخفی بود می؟ شعری مخفی برده بداخیش. ای بچه او شعر مخفی باشد برای چی تو شعری مخفی از صحنه برده میخونی؟ بداخیش شعر مخفی نه شعر از آنی زیبونیسا تخلص شاعریش مخفی آخر نخواد همین رو ندارید برده بداخیش کتاب های چاپ شده حالا همین زبونیسا کلیچکه مخفی گرفت اسمت. برده بداخیش شاعر از زیبونیسا تخلص بوده شاعره زبونیسا رستم و مخفی اونا. برده بداخیش چی خیلی شاعر از زیبونیسا همه وای غزلاش هم میدونن وای شعبایتی همه میدونن که وای میخواد من نمیفهم برده بداخیش زیب و زینت بس همینم نامی من رستم و همه میدونند وای کورس مالا همه میدونند. شاعر از کلاسیکا برده بداخیش. نه نمیفهم. از شعری کلاسیکا درست گفتی؟ وای همشهریم همه. خیلی شعری کلاسیکا برده بداخیش. وای خونه‌تون اون طرفی جو بود خونه ما این طرفی جو. شاعر از زیبونیسا با تخلص مخفی از کلاسیکا شاعری کلاسیکی خانه و کتاب‌ها چینده ماندگی. بیا من یک دوسیه چطور میگم. وای سنگرزاده چی گفت؟ چی گفت سنگرزاده؟ سنگرزاده نخوان میگوید برده بداخیش. شعر همشهری من نخوان گفت؟ سنگرزاده یا؟ سنگرزاده تو میخوانی؟ کی تو؟ کی سنگرزاده این تو می؟ حتی تو چی با شعر نخوان گفتی؟ شعر رستم و چرا گفته بخوام زکن؟ زیبونیسا مخفی اونا. ای بچه ای تو سواد صدقه اینستیتوت شو کجا خوندگی تو؟ با فکرم باز یک 4 این اینستیتوت که خونده تمام کنی هم نمیفهمی ها؟ ای وای کاردار نشو وای شعر ما شعر مخفی نه تو خودت مخفی. وای شعری وای زیبونیسا وای همشهری من خوند کاردار نشو. من کاردار نشو گفتم که من خون نگیرد. خب شد. نه تو زیب نشو جیان.
آوازت بد نه، طاقت کردن ممکن. تشکر معلم. من بعد چرا من بعد شعری که تیار کردی پیش هر کس بند نخونده، راست پیش خودم بیا. اول زیر معناش معین میکنیم. شاعر چی میخواهد، تو چی میخواهی، من چی میخواهم، تماشابین چی میخواهد، اینا انیق کردن نکن. انا بعد از صحنه برآمده که میخوانید گمرست میزند. بالای سرود چه خیلی میشد. انا خیلی میشد. باوری دارم که همین گفتگی من اگر رعایت کنی و همین شعر سرود تیار کنی، از جان جوری با یک آواز 10 خال میکنم تو بعد. اما راست پسی کارا چه؟ بارک الله. راو غرق نکنید. تشکر معلم.